سلام، شما دارید قسمت 4 مستند سفر به سرزمین افرا رو میبینید. فکر میکنم شما هم با من هم عقیده هستید که خرید یکی از زیباترین و دلچسب ترین تجربه های بشره. در این قسمت سعی دارم همزمان با شما و برای اولین بار به یک سری از فروشگاه‌های بزرگ و کوچیک توی شهر مونترال قدم بذارم تا با فضای داخلی و تنوع محصولاتی که ارائه میکنند آشنا بشم. فروشگاه‌ها و مراکز خریدی که با مراجعه به اونها تقریباً اکثر نیازهای خودتون رو میتونید تهیه بکنید. قوانین و مقررات اونها به نفع مشتریه و توی یک میدون رقابت آزاد و سالم با هم در حال مسابقه دادنند. اگر بیننده این قسمت باشید میتونید با من به فروشگاه‌های کندین تایر، والمارت، کاسکو، ایکیا، هوم دپو، دالراما، سمیفرویی، اوتلت میرابل، وینرز، فارماپری و کانادا پست در شهر مونترال سر بزنید و با اونها بیشتر آشنا بشید. اگر هم به تازگی به جمع مخاطب‌های این مستند سریالی ملحق شدید، جالبه بدونید که در 3 قسمت قبل من تلاش کردم که داستان سفرم رو به کانادا با شما به اشتراک بگذارم. از لحظه سوار شدن به هواپیما در تهران با محدودیت‌ها و مقررات سخت ورود به کانادا در دوران همه‌گیری کرونا، استفاده از سامانه ارایوکن و تست‌های متعدد کووید، قرنطینه 14 روزه در هتل و خانه، تجربه اولین قدم‌های من در شهر مونترال، داستان تبدیل ارز و راه‌های مرسوم و متداول و گفتگوهای کوتاه من با 2 صراف ایرانی و در نهایت آشنا شدن با سامانه حمل و نقل عمومی مونترال یا همون STM، اینکه چطور و از چه راه‌ها و چه قیمت‌هایی میتونم بلیط تهیه بکنم، قوانین و مقررات حاکم در این سامانه چیه و در نهایت گشتی هم در تاریخچه زیبا و جذاب 100 ساله حمل و نقل مونترال بزنم. از اینکه حوصله میکنید و با روایت من همراهید ازتون ممنونم. الان بریم یک فقمختی رو نگاه بکنیم. معمولا تو فقمختی ها پست کانادا هم هست. من خودم برای بار اول که اومدم اینجا پست نامه میخواستم پست بکنم، بعد اومدم اینجا وایساده بودم، گفتم خب هرچی نگاه میکردم اداره پست رو نمیدیدم تو درش این بری. بعد نگو یه جایی همیشه در نظر میگیرن توی فروشگاهی مثل اینجا برای اینکه تو پست بکنی. اینجا 3 قسمت معمولا داره. یه قسمتش که اینجا لوازم آرایشیه، اتکلون و این حرفا، و یه قسمت هم که در واقع داروهایی که تو میتونی بگیری و اون آخر اونجا که نوشته اقدوناس یعنی نسخه. خب وقتی اقدوناس هستش یعنی که اونجا نسخه رو میبری و معمولا باید توی یک داروخانه تو مثلا اسم تو اینا ثبت بشه، چون اونا با طرف هستن. یعنی مثل ایران نیستش که شما هر بار نسخه یه داروخونه ببری، ولی بهتره که با یک داروخانه نزدیک خونت باشی. اونا پرونده تو دارن. بعد اون موقع برای مثلا مالیات که میخوای چیز بکنی بعد یک کاغذ از داروخانه بگیری بذاری روی مدارک مالیاتی، یعنی تمام چرخش مالی که تو با داروخانه خودت داشتی اونا موقع اظهار مالیاتی چیکار میکنن؟ یک کاغذ بهشون میگه برای امپو میخوام و بعد اون کاغذ پرینت میگیره بهت میده. این کار مثلا من 3-4 روز پیش کردم. اوه چه خوب. یعنی مالیاتش حساب میشه برمیگرده بهم. اونو باید حتما باشه. یکی از کاغذایی که برای مالیات هستش همین نامه‌ای که شما از پرینت، یه نامه ثبت کوچولو پرینتی که خود داروخانه میگیره در جریان هستن. فقط باید بگم مثلا برای مالیات میخوام. اینجا میری، ولی اگه یه موقع یه نسخه خواستی که مثلا نزدیک خونت نبودی به داروخانه نبودی میتونید اینجا یا هر فقمختی دیگه. پس میشه گفتش که من اگر دارویی چیزی نیاز داشتم شبی نصف شبی، معمولا شبانه روزی هستن. اونایی که تو مرکز تجاری هستن شبانه روزی نیستن چون مرکز رو میبندن درش بسته. ولی اونایی که تو خیابون هستن بعضی هستن که نوشته 24 ساعت و 7 روز هفته باز هستن. اونو مثلا بعد بزنید تو اینترنت که بزنی قشنگ نشون میده که بازه یا بسته است. شبانه روزیه یا مثلا نوشته تقریبا نزدیکای منو مشخص میکنه. نیم ساعت دیگه میبنده. تو میتونی مثلا تنظیم بکنی. بعدش هم که این گوشه پستی که گفتم اینجاست دیگه.
آها یعنی باجه پست داره توی فارماپری. آره باجه پست داره اینجا. تو میای اینجا خریدتو میکنی، خمیر دندونتو میگیری، بعد میره اونجا. اون گوشه هم که میبینی اون قسمت اونجا صندوقای پستیه. آها. یکی از چیزایی که اهمیت میده به پست اینجا توی آمریکای شمالی اینه که یک سری مدارک مخصوصا وقتی شما با ادمنستریشن کانادا در تماس هستی، مثلا برای کخت ملدی یا برای قنوبلمان یا برای تقاضای حتی سیتیوانت شهروندی، اینا باید از طریق پست بفرستی. مثلا همه جای دنیا پست معمولی داریم، سفارشی داریم. برای جایی که برای مثلا دولت کانادا میفرستی حتما باید سفارشی باشه و اون شماره پیگیریش هم داشته باشی. بنابراین درسته که الان خیلی دیگه مثل قبل نامه و اینا چیزی نیست، ولی قطعا اون بخشی که مربوط به تماس تو با دولت کانادا میشه حتما باید، یعنی هم دولت هر کاری با من داشته باشه تو این حوزه معمولا با آدرس و با پست من مراوده میکنه. هستش اونجوری هم نیست که مثلا حذف شده باشه، کم شده، ولی هنوزم که هنوز شما در هفته چند تا نامه دریافت میکنید. حالا به از جهات گوناگون، مالیات باشه، نمیدونم برای کخت ملدی باشه یا هر چیزی که باشه. مرسی. مرسی. اینجا همه چی هست دیگه، از قهوه گرفته تا چای گرفته تا یعنی هم چیزای خوراکی و اینها پیدا میشه، شکلات نیاز پست و اینها رو میتونم مرتفع کنم و داروخونه هم داره. بله داروخونه هم داره. فارماسی. فارماپری. آها. مرسی. خب اینم که ویدیوتخونه. یه فیلم بگیرم از تابلوی این مغازه. حتما. مرسی، نکته خیلی خوبی بود. تابلو پوست گرفتی؟ آها. این معمولا جلوی در. آره ولی خیلی کوچیکه تا نمی‌بینی. معمولا توی شعبه‌های فارماپری کانادا پست همیشه هست. آره دیگه. بیرو دو پست یا پست آفیس. حالا برای خرید و همه اینا احتیاج به پرداخت هست دیگه. حالا معمولا پرداخت حالا با کارت بانکی. حالا ظرف یکی دو روز آینده هم میایم و برای یکی از این بانکایی که در مونترال هستش برای اینکه برات حساب باز بکنیم. الان این بانکی که میبینی بانک CIBC هستش که اخیراً هم لوگوشو عوض کرده. لوگوی شبیه ماشین رنو گذاشته که خیلی هم ازش انتقاد کردن. تقریبا یه چند ماهی میشه که لوگوشو عوض کرده. یکی از بانک‌های خیلی به نظر من خوبه. حالا میایم اینجا برای همین افتتاح حساب. مرسی.